بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت حضرت عیسی ابن مریم کلمه خدا و پیامبر رحمت را به پیروان ادیان ابراهیمی، به ویژه پیروان حضرت مسیح و مردم انگلستان تبریک عرض میکنم. خدای متعال همه عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای خودش. استعداد رسیدن به قله کمال انسانی را در وجود همه انسانها قرار داد. از نوع بشر خواست تا با تلاش و مجاهدت حرکت کند، هم در این دنیا زندگی سعادتمند را برپا بکند و هم زندگی جاوید و ابدی آخرت رو برای خودش بسازد. برجستگانی از بهترین خلق خودش پیامبران را برای هدایت انسان فرو فرستاد. شعار همه پیامبران دعوت به خداپرستی، عشق و برادری و برپایی عدالت و عشق در زندگی جامعه بشری است. و حضرت عیسی ابن مریم پرچمدار عدالت‌خواهی و عشق به مردم و مبارزه با ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی است. به خصوص حضرت مسیح دانست. ده سال به نظرم ما خودمون اون موقع استان بودیم اینجا کلنگ زده شد ها. خدا چجوری درست کرد. حالا خودمونم باید بیام تکمیلش کنیم در خدمت شما انشاءالله. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت‌ها و همه اونها با پلاکارد و مشت‌های گره کرده فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ما. بچه‌ها دوست دارن موشون عجوری بدارن. به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم. یعنی دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم صلاحات گوناگون دارن. ما سنت‌های مختلف، اقوام مختلف، تیپ‌های مختلف، دور خدمتگزاران هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. ما معتقدیم حضرت مسیح خواهد آمد به همراه فرزندی از پیامبر گرامی اسلام و جهان را به نقطه مطلوب، یعنی دنیایی سرشار از عشق و برادری و عدالت مسئلت دارم. موفق و سربلند باشید.